سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید با امیر اکسر. توی این ویدیو میخوایم بریم کلیپ‌های قدیمی استریمرهای توییچ فارسی رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایبتون فراموش نشه که به من خیلی کمک میکنه. پس بدون معطلی بریم سراغ اولین ویدیو. اولین ویدیو از آقای علی بیگزموگه. این استریمو من به چشم یادمه. این ویدیو شاید داره 3 سال پیش باشه، اونقدرم قدیمی نیست ولی خاطره انگیزه. ببینیم. تو نرکی نشسته شکست پایه مبلت شکون. میتونم بشنم؟ پایه مبلت شکون. علیه دیگه، همه میشناسیمش، علیه. بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی آقای سام صابری. این ویدیو هم قدیمی نیست، برای 2 سال 3 سال پیشه این ویدیو. اینو قشنگ یادمه. این ما خیلی مانیتور آشغالیه بابا، مستقیم میتونی بری تو کونم. ببین مستقیم به این حالت. بابا مانیتور الینور کی تو چت گفت مانیتور آشغالیه؟ مانیتور الینور همین الانش هم بعد از 3 سال تاپ رده ترین مانیتوراست. خیلی فکر میکنی مثلا من میام یه چیزی شیر بردارم برای کاری که دارم انجام میدم، گیمی که میزنم، فکر میکنی مثلا من میرم اسخولم مثلا دفعه اولم خرید میکنم، هیچی عقب نمیدونم، میرم یه چیزی اسخولم میخرم میارم میذارم اینجا؟ نه واقعا فوروش این ویدیوها واقعا خاطره انگیزه. با اینکه 2-3 سال از این ویدیوها گذشته، یعنی من اینجوری بودم که خب یه سری ویدیوها هست الان توی این کالکشنی که انتخاب کردم که با هم دیگه ببینیم برای 5 سال 6 سال پیش، ولی اینا هم 2-3 سال ازشون گذشته، انگار خیلی وقت گذشته. ویدیو بعدی امیر فانتومه. حاجی 4 سال پیشه این ویدیو. اینم یادمه. حاجی همه ویدیوها رو یادمه. انقدر پایس. نه اصلا مشکل نه، راحت باش شما. من این برترم وای میستم. شما دقیقاً همین رقص رو بزن که ما بفرم. بحث رقص. بچه‌ها ویدیو بعدی که قبل از اینکه نشونتون بدم، ویدیو بعدی که میخوام ببینیم، هیچی نمیگم، فقط میخوام ببینیم و لذت ببریم. ویدیویی که قراره ببینیم از سینا نمو عزیز، پسری خوشقلب، مهربون، خوش صدا که واقعا جاش بینمون خالیه. جاش توی کلیپ‌های علی، ویدیوهای علی، استریم‌های علی واقعا جاش خالیه. فقط میخوام این کلیپو ببینیم و به یادش باشیم. آنهامونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم. آرزو داشتم برم تا به دریا برسم، شب آتیش بزنم تا به فردا برسم. واقعا روحش شاد، واقعا جاش خالیه توی کامیونیتی کلا. بغضم گرفت. واقعا روحش شاد. برای عمو سینا عزیز یه قلب تو کامنت ها بذارین که به یادش بودیم. به هر حال گفتیم استریمر قدیمی تویچ فارسی میخوایم ببینیم، واقعا جای عمو سینا عزیز، سینا نمو عزیز خالیه. باید توی این ویدیو می بود. بریم سراغ ویدیو بعدی. عراق آره عراق. بله لاشی لاکی چرا شورتو در میاره، چیز شلوارو در میاره وسط استریم؟ آیا چرا شورت رو انداختی؟ فیبر نوری خوبه، بله خوبه حالش خوبه. سلام میرسه. خداش خدا بیامرز. پوینت عراق اضافه نشه فعلا. بلیت پا بسته است، شاید باورت نشه. سینشار به نام خداوند یکتا و چرا شبیه ناظم مدرسه ما شدی؟ مدرسه ما یه ناظم داشت دقیقا همینجوری. این به این صورت نکش بالا، اونقدر نکش بالا میفته بیرون. دم و دستگاه معلوم میشه. میگن دوست دارم اونقدر که لنگم بشم واسه تو دوست هست. چی؟ عجیب سلامتی در کل چند. من دیدم ولی چتم دید. حسین لاکی گرافیک عالی. شدید اعلام کردم.
زنگ بزنید 141 میگه سیکتیر. وای عالی بود عالی بود واقعا دلم برای استریمای عمو سینا تنگ شده. ببین کلیپ بعدی کیه؟ این ویدیو برای کیه؟ برای 5 سال پیشه. عمو وفا. خب ببین عمو وفا هر موقع رو استریم بوده جملات سنگینی گفته. همه دیگه با جملات سنگینش آشنایین. مثل این آخرین جمله‌ای که الان براتون ادیتور میذاره یه تیکشو. چی فروختی چی دلالی کردی؟ همه چی دارم میفروشم دلالی میکنم بالا پایین میکنم. هر چی میفروشی بفروش آدم نفروش. از غم بریم اینم ببینیم جمله سنگین بشنویم کیف کنیم. ای به عنوان یه دوست همیشه کنار منه. ما با هم دوستیم تا پدر و پسر. خیلی دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. خیلی براش احترام قائلم. تو چت نوشته خونه نیستی داری دختر میاره. علی نباشه منم میارم. مامان دونیت آدم فروشی چرا علی جان؟ دونیت که آقا زنگ دونیت. خودم یه شما میزنم تا شده دایستان لب. علی از همون موقع از قدیم از 10 سال پیش همین بود. حالا این ویدیو 5 سال پیشه ولی از 10 سال پیش همین بود. دونیت. بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی آقای پازوکی. این ویدیو برای 5 سال پیشه این کلیپ. ببینیم. دو سه تاش استفاده نمیشه، میدونی چی میگم؟ دو سه تاشو سفید شد موهاش. ای وای ما اذیت می‌کنی آره؟ باباش صافه آشغال اون کیه؟ سس تند و آرد. ای وای موهات سفید شد دیگه نمیخوره. موهاش دیگه از بنفش به سفید تغییر رنگ. کیف کنید این هی اذیت میکنه. باباش بود زد تو سرش. صورت نه وای چشم میسوزه وای سستون چون چشم میسوزه. پشمام حاجی قدیما چه حرکتایی میزدن. البته الان بدتر میزنن. الان واقعا بدتر میزنن. ویدیو بعدی آقای کوروش نیچوکو. این ویدیو برای 5 سال پیشه. هلو گایز. هلو. من چرا انقدر این ویدیو میگیری؟ ریدی؟ اومدم پنجره اتاقو تمیز میکردم. پنجره تراس، در تراس بسته شده، هیچی خونه نیست. موندم تو تراس نمیدونم چیکار کنم. وای من این اتفاق برام افتاده. و حالا منتظرم این پایینیه بیاد نگهبان. اونم رفته بیرون. بگم بیاد درو وا کنه، اگه نشه آتش نشانی. خلاصه آتش نشانی دیگه. هستیم با شما. استریم گیر کردن. این اتفاق برای من افتاده. ولی ببین میدی داستان چی بود؟ داستان بود که من خب وقتی تو بالکن گیر کردم دیگه نه نگهبانی بود نه گوشی هیچی نبود. هولاش 2-3 ساعت منتظر موندم تا مامانم اومد. اینجوری بودش پارسا کجاست؟ بعد اومد درو باز کرد. بچه‌ها اگه نمیدونید من تو خانواده و بین دوست آشنا پارسا صدام میکنن. خیلی از بچه‌ها مخاطبا میدونن ولی گفتم اینو یه توضیح بدم. اگه یهو به خودم گفتم پارسا بدونین من پارسا صدامو میکنن ولی اسمم تو شناسنامه امیره. بعد 2-3 ساعت اومد اینجوری پارسا کجاست؟ بعد من از پشت در اینجوری بودم مامان من تو بالکن گیر کردم. بعد اومد درو باز کرد. گفت چند وقته؟ گفتم یه 2-3 ساعتی هست اینجا. ویدیو از چنل آقای بوگی تیوی ببینیم. ببخشید. بله یک جن قومی هم داریم. آیا صدای من رو میشه؟ اسم چیست؟ اسم چیست؟ احسارات جن سبز جعفر نه وا سبزش کن سری سبزش کن ولش کن نمیخواد اوکی بریم حالا بعد احسارات جن. بریم ویدیو بعدی علی. آجی این ویدیو برای 2 سال پیشه. آره هرزه. بچه چیزشو نگاه کنین تایتلشو. آره هرزه. یا چه حالی؟ تو کی؟ فلیمه؟ نه به فلیم نمیخوره. سب تو کی؟ چه اسپنکی میکنن لاکی و پازوک. ای داره کارت آبربان که مگه اونجوری میکشی لاکی؟ حاجی واقعا دلم میخواد بدونم کی بود.
بچه کسایی که میدونن کی بود تو کامنت ها بگن. بریم سراغ ویدیو بعدی. ولی بچه‌ای که میدونن این کی بود که داشتن اسپنکش میکردن لطفا تو کامنت ها بده، خیلی زدم درگیر شده بودم کیه. ویدیو بعدی از خانم سمیرا سالی. این ویدیو برای 5 سال پیشه. خانم سمیرا سالی هم از قدیمیای توییچ فارسی ان که خیلی وقت فعالیت میکنن، هنوزم استریم میکنن و حرفه‌ای دارن کارشون رو ادامه میدن. تایتل ویدیو سورپرایز صدا پای خروس. نه صدا پای یارو بود نزدیکت. اسکوپ نکن. کانتر قدیمی کانتر. خب چیکار کنم؟ بهت گفتم داره میاد. خانم سمیرا سالی به نظر من هر کاری باید میکردین جز اینکه جیغ بزنین. یعنی صدا پای خروس. صدا پای خروس. خروسای کانتر رو مخن. صدا پای خروس داره میاد. کلم بای دیزرت فور می. بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی آقای سام صابری. ویدیو بر 2 سال پیشه. تایتلش مد سنایپر آن تاپه. فکر کنم یه شات خفن باید ببینیم. یه شات خفن. باریکلا سام، باریکلا، عجب چیزی زدی. واکن تو این سی بده. کر شدم فقط. ماشاءالله سام صابری. ماشاءالله سام صابری. دمت گرم. اونی اون پشت سر نمیزد. بابا مادرت دیگه. چه بازی کوچریه این دیگه؟ چی شد؟ چه اونجوری چرا اونجوری مرد؟ اونی اون پشت سر نمیزد. بابا مادرت دیگه. چه بازی کوچریه این دیگه؟ چی شد؟ خورد به لوداوت. مرد. یه جوری زد رو میز کپچر کارت قطع شد. آره دیگه به هر حال یه شات خفن قرار بود ببینیم. آره بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی از چنل خانم سایه، همسر گرامیشون آقا حمید. استریماشون رو اخیراً دیدم. آره برای 3 سال پیشه میگم. استریماشون رو اخیراً دیدم. اون عوض شده، اصلا یه دیزاین دیگه است. ایول کپی رایت. یه سوال دارم. خانم سایه الان اونجوری افتاد دنبال آقا حمید، چاقو این تویچ گیر نمیداد؟ یو خدا عصبانیت و چهره. کشتش؟ آنه زنده است. ببین چاقو رو گرفته قشنگ بکنه تو پهلوی حمید. ایول خدا رو شکر زنده ای. خدا رو شکر. خدا عمر 2000 ساله بهت بده حمید جان. بریم سراغ ویدیو بعدی. این ویدیو برای 8 سال پیشه. ویدیو آریا کوکسر. ببین یعنی نگاه کن، بعضی موقع دیدی استریما تازگی که ما استریم میکنیم اینا بیت ریت اون پایین پیکسلی میشیم اینا. ببین 8 سال پیش نتا چی بوده که الان کیفیت استریم اینجوریه. سلطان کیر ایرانه. چی؟ سلطان چی؟ چقدر نزدیک بود. سلطان چیه ایرانی؟ آره اونو میزنی طلایی رو یا بزن؟ آره داداش چی فکر کردی؟ استریم لگ. به نظرم کلیپ تا همینجا کافیه. اوکی ولی چه ویدیو قدیمی جدی. برای 8 سال پیش اصلا موهای طلایی آریا کوکسر، مثلا اون گرین اسکرین پشتش، واه خیلی این ویدیو قدیمیه. بریم سراغ ویدیو بعدی. دوباره باز از آریا کوکسر 8 سال پیش. استریمای نوستالژی. ماشین یا توشین؟ توشین یا تو چند بچه ها 3.5 میلیون تومن دونیت 8 سال پیش خیلی بود. طرف میرفت باش یه دوربین خفن میگرفت یا مثلا واقعا تجهیزات میتونستی بگیری با 3.5 میلیون. بچه دونیت ها رو نها کنین اون بالا 5000 تومن، یعنی حداقل دونیت مثلا 3000 تومن بود، 2000 تومن بود حداقل دونیت ها و 3.5 میلیون تومن خیلی بود، خیلی پشمام. چند حاجی 3.5 میلیون خیلی بوده، واقعا خیلی بوده. بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی از یه نفره که انگار از زندان فرار کرده، ولی ما میدونیم سرباز بوده اون موقع.
ویدیو بعدی از ولاده. این ویدیو برای 4 سال پیشه. میدونم آیارل استریم کرده تو ماشین. استریمای تو ماشینی منو دیدین؟ موقعی که استریمای تو ماشینی من مود نبود تو ماشین استریم میکرد ولاد. بله من بلدم. آقا آهنگ جدید زد بازی میگه بذارین. نداریم، به خدا نداریم. چی خونده اسمش بهم بگوین. ولاد خدا رو شکر که اون دوره تموم شد برات. سرباز بودی اون دوران فکر کنم. اگه این ویدیو رو دیدی بگو سرباز بودی فکر کنم. قشنگ مشخصه استایل سربازیه. بگوین. نه هرز گوین. بچه هرز گوین هستن. یه صافت آخه بینو هم چیز زید که بس نمیشه سوی رار بشو سوی برو همین مستقیم برو داداش. مستقیم میرم. ویدیوهای تو ماشینی، ویدیو استریم آیارل تو ماشینی با گوشی میشه این کارو کرد. با خیلی دستگاه‌های دیگه هست میشه این کارو کرد. ولی بچه‌ها واقعا کار سختیه. اینکه کانکشن خوب نگهداری، اینکه صدا رو خوب نگهداری، اینکه تو ماشین حالا تک نفری. من اصولا دیدین استریم منو تو ماشین من تک نفری استریم آیارل میرم. خیلی کم پیش میاد یه نفر رو با خودم به عنوان فیلمبردار ببرم. واقعا سخته. امیدوارم تایمی برسه که دیگه مشکل اینترنت و کانکشن اینا نداشته باشیم واقعا، چون یکی از مسائلی که خیلی باش درگیرم اینه. ولی دمت گرم ولاد، دمت گرم. اون موقع 4 سال پیش واقعا خفن بوده این حرکت. بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی هم باز از چنل ولاده که تولد ولاد بوده فکر کنم. هو تولد ولاد بوده. میگم باغ ما نه جرأت حقیقته اینجوری دستتون باغ شما. نه تا حالا شده یکی بکنید بعد بگی چه می‌کردن؟ فهمیدم از اینایی که انگشتشون رو میگیرن دستشون رو میگیرن بالا، مثلا فلان کارو کرده باشی بعد انگشت رو بیاری پایین، بعد دیگه اگه کلش رو بیاری پایین میبازی. میگم نکنی بازی به قرآن شرف بذار یه ذره آبروی پدرم بمونه روم بشه تو رو پسر خالم حداقل تو چت می‌کنه. آره واقعا آره به نظر این بازی رو نکنیم واقعا شرف آبرو نمیمونه. ویدیو بعدی از 2 نفره که خیلی دوستشون داریم. خیلی همه کامیونیتی فارسی دوستشون دارن و خیلی وقت استریم نمیذارن. یعنی دوست دارم یه بار بشه دوباره استریم بذارن، لایو بشن و اون استریم 2 نفرشون یا حتی 3 نفرشون رو ببینیم. ایمان و کوروش توی چنل میا پلیزه. ایمان و کوروش چی بود گفتم؟ میا و کوروش. ویدیو بعدی از میا و کوروشه تو چنل میا پلیز که خیلی وقت دیگه استریم نمیذارن. خیلی دوست دارم که استریماشون رو ببینم، چه 2 نفری چه 3 نفری با ایمان. واقعا دوست دارم ببینم. و تایتل ویدیو هم باگز بانیه. دسته آخر همه استریم ها همیشه همینجوریه. خب زاویه دوربین یه جوریه که چالش باگز بانی بود قدیم. بچه‌ها چیزش نکنین. تشویقش بچه‌ها. میاد ربطی به تشویق بچه‌ها نداره. کوروش اون کارو انجام میده. به هر حال هیچ ربطی به تشویق بچه‌ها نداره. اون کارو کوروش انجام میده خیالت راحت. ویدیو برای 5 سال پیش بود پشما. ویدیو بعدی بازم از میا و کوروشه که فکر کنم استریم شب یلدا باید باشه. این ویدیو برای 6 سال پیشه. برای شب یلدا احتمال خیلی زیاد چون هندونه دارن میخورن و واقعا دلم تنگ شده برای استریمش. تو یعنی چی؟ 3 2 ماشاءالله کوروش ماشاءالله. کوروش دهنداره ماشاءالله. تموم نشده کوروش برو ماشاءالله دهنداره. ماشاءالله دهنداره کوروش. ایول ماشاءالله کوروش ماشاءالله. کوروش برو هنوز داشت به نظرم تا تهش میتونستی بری. ویدیو بعدی برای 5 سال پیشه. من هی میگم این ویدیو خیلی قدیمیه. من میگم قدیمیم شما باور نمیکنین. این ویدیو برای 5 سال پیشه توی تویچ، زمانی که فیلتر 5 6 سال پیش فیلتر نبود تویچ مثل الان نتونیم بریم تویچ. این جزء پربیننده ترین کلیپ های چنل منه با 33 تا 40 تا ویو. 33 تا اون بالا نوشته 33 تا ویو و میم شده بود. بچه انمی لوت باکس ساب کن اینجا میشینه. کلش آورد بیرون من دیدم کردم. پتو رو دیدین؟ پتو هنوزم هست. 6 7 ساله با منه. پتو در تمام دوران استریمام با من بوده. ویدیوهای قدیمی منم هست. دوست داشتین کلیپای منو ببینین توی تویچ هست.
من میگم بابا من جزء قدیمیام، من فقط توش کردم. من متاسفانه یه تایمایی پیش اومد مجبور شدم استریمو ول کنم، یوتیوبو ول کنم، ولی خب بودم مثلا اون 6 7 سال پیش بودم کلیپ دارم برای بذارین نشونتون بدم. 3 سال 5 سال بلکه 6 سال پیشم شاید این بینا پیدا بشه، ولی میگم قدیمی ترین ویدیوام الان مثلا این ویدیو برای 5 سال پیشه. اینو ببینید دک نه یعنی ببخشید قطع کنم، دک منظورم قطع کردن موزیک بود. نمیخوام حرف بزنم. تاپ دونیتم 58569 تومن بود. اوکی داداش صدا چرتی چیه؟ صدا اوکیه. چه ASMR من بکنم با این ASMR میکنم براتون محشرانه. همین میکروفونه. چقدر گوش تلخ بودی اکسر، واقعا چقدر گوش تلخ بودی. هنوزم هستی ولی چقدر اون موقع گوش تلخ بودی. همین میکروفونه تازه خریده بودمش، اینو تازه خریده بودم قشنگ تازه. فکر کنم همین استریمم بود که آنباکس کرده بودم. این بود از ویدیوهای قدیمی، از کلیپ های قدیمی استریمرهای توییچ فارسی که خود بنده هم بینشون بودم. به هر حال میگم من قدیمی ام، اینجوری نگاه نکنین، ویدیوام برای 5 6 سال پیشه یه سریا. در کل عزیزان دلم امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. یه تجدید خاطره تجدید به هر حال یه خاطراتی رو مرور کرده باشیم. همون خودتون فهمیدین و از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، خیلی به من کمک میکنه. در کل مرسی که بودین، مرسی که هستین، مرسی نگاه کردین. شب و روزگارتون خوش. خداحافظ. از این کارا